оид ба тасбеҳоти баъд аз намоз. аз расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам собит шудааст ки баъд аз намоз 33 бор тасбеҳ яъне субҳаналлоҳ, тамҳид, алҳамдулиллоҳ ва такбир гуфтанд. аз ҷумла абу муслим дар китоби саҳиҳи худ ҳадиси 1238 ривоят мекунад. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبور كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك 99 وقال تمام المئة غفر حیاته و این کانت مثل زباد البحر. از ابو هریره روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کی بعد از نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله و 33 بار الله اکبر گوید که جمع 99 ذکر را تشکیل می‌دهد، بعداً از برای کامل شدن 100 ذکر گوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. گناه‌های او آمرزیده می‌شوند اگرچه مثل کفکی بحر زیاد باشند. در کتاب سنن ابن ماجه حدیث 927 از ابو موسی اشعری روایت شده است قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الا ادلکم بمالین اذا عملتم به ادرکتم من کان قبلکم ولم یریدکم احد بعدکم الی من عمل مثل عملکم تسبحون و تحمدون و تکبرون خلف کل صلاة ثلاثا و ثلاثین. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است آیا شما را به عمل دلالت سازم که چون آن را انجام دادید فضل و ثواب پیشینیان را در میابید و بدیهای فضیلت و اجر شما را در نمیابند. بدیها فضیلت و اجر شما را در نمیابند مگر آنانی که عمل شما را تکرار میسازند. بعد از هر نماز 33 بار تسبیح سبحان الله، تمهید، الحمدلله و تکبیر الله اکبر گویید.